5 تا جهاد داریم: جهاد مالی، جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی. اهل کدومشید؟ شما شنیدید کسی مالی در راه خدا تو کار خیر داده ورشکست شده؟ اونایی که سن سالشون بالاست. آیا تو عمرتون شنیدید کسی مال خیر کمک میکرد؟ این اون زکات میداد، مال خیر میداد، صدقه میداد، کمک فقیر و یتیم میکرد، برنامه های خوب، قرآن چاپ میکرد، کتابخانه دایر میکرد، مدرسه درست میکرد، ورشکست شده چون کار خیر میکرد؟ من نشنیدم، از بابام هم نشنیدم. بابام 104 سال عمر کرد، خدا رحمتش بکنه. یه روز به من نگفت کسی از کار خیر و پول خیر ورشکست شده. اما سوال بعدی، شما شنیدید که فلان میلیونر تاجر منطقه خیلی مال و ثروت داشت، افتاد تو عیاشی، منقلی شد، تریاکی شد، تو فحشا افتاد، شرابخور شد، ظالم شد، ورشکست شد؟ تا دلت بخواد میلیونر ورشکست شده. در پای پلاستیکی هم نداره الان. جهاد مالی، جهاد تبلیغی، CD ضبط کردن یک جهاد تبلیغی است، نوار ضبط کردن یک جهاد تبلیغی است. به جایی که به همه شام بدید هزینه‌ات بشه 2 میلیون. رستم اینجا نشسته، من تبلیغ برای رستم نمی‌کنم. خب شیرین سرا داره اونجا، تو مراسم هم همیشه حاضره. کی کس میشه رستم بخرید با شیرینی و ساندیس، 4 قالب یخ، به همه بدید شام ندید. ولی وقتی همه میخوان برن، آخری که میخوان برن، به هر کدوم یا یک نوار سخنرانی شیخ زیایی، یا CD، یا یک کتاب کوچک درباره عقیده، درباره طهارت، درباره چیزهای خوب. وقتی میخواد بره بفرما توی سینی 2 طرف کوچه ایستادن، بفرما خیلی خوش آمدید، این هدیه با خودتون ببرید. این بهش میگن جهاد تبلیغی. همش 200,000 تومان هم نمیشه. جهاد مالی، جهاد تبلیغی، انتشارات، نمیدونم صدا و سیما، رادیو، ضبط صوت، اینا ابزارن، ابزار جهاد تبلیغی هن. ماشینی که تو باش جابجا میشی جهاد تبلیغی است، ابزار جهاد تبلیغی است. جهاد تعلیمی، علم داری یاد مردم بده. جهاد تعلیمی، پول داری مدرسه درست کن، مکتب خانه درست کن، جلسات علمی، کتاب چاپ کن، CD بخر، CD سخنرانی چاپ کن، 2000 تا نسخه چاپ کن، بده به مردم، پولش بده. همش 200,000 تومان نمیشه، باور کنید. 300,000 تومان نمیشه. الان قرآن 1 جزئی و 30 جزئی لازمه، جزوه لازمه. منطقه جاست دمپایی ندارن بچه ها، تا چه برسه پول. سال گذشته 2500 تا بچه جاستی پا برهنه تو کلاس قرآن شرکت کرده، با پای برهنه. 54 معلم تو 80 تا پایگاه. امسال به 3000 خورده رسیده تعدادشون. هل من ناصره؟ حقوق یک معلم شما میدید، حقوق 2 تا معلم شما میدید، پول جزوه شما میدید، پول کرایه خونه میدید. 5 تا موتور لازمه، هر موتوری 150,000 تومان 3 تا عالم سوار بشه تو روستاها بچرخن. 150,000 تومان پول یه موتورسیکلتی که 700,000 تومان خریدی، زیر پای بچه 10 سالت کردی. یه موبایل هم دست بچه 12 ساله دادید. گواهی هم نداره، احتمال داره بچه مردم بزنه بعد گرفتار بشید. جهاد مالی، جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی. تو دلت باید باشه که دولت اسلام باید برگزار بشه در کل جهان. این بینش سیاسی اسلامی باید داشته باشید. جهاد جنگی، زمانی که مسلمان ها اسلحه کنار گذاشتن، دشمن در اونها طمع کرد. قله بلند اسلام جهاده. هر وقتی مسلمان ها جهاد رو کنار گذاشتن و از مرگ در راه خدا ترسیدن و دل به دنیا بستند و بزدل و جوان و ترسو شدن و از مقابل دشمن مقابله با دشمن غداری که قصد ناموس و قصد ممالک و اراضی و دین و اسلام مسلمین و قرآنشون کرده، ترسیدن و جهاد در راه خدا رو ترک کردن. خداوند اونها رو ذلیل میکنه و لباس ذلت بر تن اونها میکنه و این لباس از تن اونها در نمیاد مگر که به خود بیایند و یک بار دیگر به خدا رجوع بکنند و در خود بازنگری بکنند و حی علی الجهاد سر بدهند. أينما كنا